امروز ما یک خانم را آمدیم تا ای که گرفتار بکنیم. ما که نماز خود خواندیم، ما چی میکنم؟ ما جادو نکنم. یک تاویزی است که مردم جادو میکنه، یک مولای است که آدم سعید میباشه و بدم و دوازی پس کس پیش میکنه دور کو مخابرات صدا رو میشنوه دور کو. الصراط الذین صراط المستقیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگه ما جادوگر بودم سرم و زدن مال میراث. اگه کسی این شیطانی رو برناه کرده بود من سرش میزنم و مالش میراث میدم. خودت دمی منطقه است؟ این دکان من. خب اینجا خانم‌ها میان تعویض میگیرن و یا خیر؟ والا میگیرن. نه تیز نرو خاله جان. دمازنگ و باغ بالا چقدر فرق داره؟ سلام، وقتتون بخیر. امروز رفتیم پیش یک زنک جادوگر که تعویض نوشته میکرد. یک زن فاسد که زندگی هر کس خراب میکنه، خانه هر کس. شما را دیدین که من رفتم در خانهش و برش گفتم که خسرم در اینجا نیست، خارج از کشور است و برای یک تعویض بده که برای پیسه روان کنه. و برای یک تعویض داد، یک برای برم نوشته کرد و برم داد گفت که بی ببرد وقتی که از خانه میبره در پیش خانه بنداز که البته که بوره جوش بتیشه در پیش خانه پرتوشه که شیرین شه و او بر تو روان کنه در دلش شیرین شوی. و من برش دیگه سوال کردم، گفتم که یک دوست هست، یک نامزادش بود، میخواستم را یک بچه نامزاد شوه ولی دیگه دخترش تعویض کرد. امروز اون نامزاد شد و قسم میشه که از جدا کنی و پس امروز دختر نامزاد شد. باز گفت ها میکنم و گفتم چقدر پول میدی؟ من چقدر پول برات بدن؟ گفت که او رو نظر به کارش میکنیم. یعنی اما قسمی که من پیشش رفتم روزانه زیاد خراب پیشش میرن که خانه هر کس خراب میکنن و خودم همه تو بودم که بسیار بعدم از قسم زنا، البته دو خواهرها هم بودن، یک نفر نبودن، دو نفر بودن که ما صداشان ثبت کردیم، فقط یک نفرش بود و دیگه خواهرش نبود خانه. سرطان جادو شده بود و خودم تعویض کرده بودن. البته من نامزادم که امروز خیر شوم و من بعد ببره. وقت امروز من خیر شد من وقت فهمیدم که پرزی تعویض شده، برش تعویض کرده بودن و پیش همه زن آمده بودن و یک تشکری خاص میکنم از امارات اسلامی که اینا رو دستگیر میکنن و خاطر زندگی هر کس اینا خراب میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، امیدوار هستم خوب، صحت و سلامت باشید. قسمی که دیدین سلسله برنامه های ما از گرفتاری جادوگران و ساحرین هست. امروز هم در منطقه پروان سیوم آمدیم و تغییرات این برنامه ما ای است که امروز ما یک خانم را آمدیم تا ای که گرفتار بکنیم. قسمی که شما تصویر را دیدین اونا چی کارایی میکردن و ما قبلا هماهنگی کردیم و یک دختر خانم از همکارای ما را نزد اینا روان کردیم و دیدین خودتان با چشم سر دیدین. قبلا جادوگرای دیگر که بود پولایی صاحب میگفتن که نه خیری از ما نیست و یا این وسایل مربوط ما نمیشه یا مربوط پدرکلان ما میشه، ولی فعلا ما با ثبوت و شواهد اینا را گیر کردیم. بس ان شاء الله میریم نزدیک میبینیم. میریم به طرف منزلشان. جناب بالایی صاحب، قبلا هم شما از این ساحه جادوگرا و ساحرین را گرفتار کردین و یا خیر و آیا از این خانم هم شما آگاهی داشتین؟ آگاهی داشتیم دیگه، برای دیگه ساحرها رو هم گرفتیم، از پیششان تحقیقات کردیم. حال فی الحال آمدیم به این منزل که میره گرفتار کنیم. فکر بکنم بیندای عزیز نزد از این خانم بسیار مشتری هم داره و بسیار پول گزاف هم میگیره به خاطر تعویض. همین تو اطلاع رسیده بود برای حوزه چهارم که اینجا یا تعویض غیر مشروع که او بالکل حقیقت ندارد. بعضی همین نام برای مردم چیزی را نوشته میکردند، 10,000 15,000 حتی دلار
این از مردم تقاضا میکردند. امروز آنها الحمدلله با جای محتسبین به طرف منزلشان میریم، نزدیک میبینیم، بررسی میکنیم، انشالله که گرفتار میشد. و بله جناب بالای صاحب، قسمی که ما هم در بین شما هستم و آگاه هستم، بیشترین ساحرین و جادوگرها خانم ها هستند و واقعا که چقدر زندگی از مردم ما را تباه کردن و چقدر در مشکل انداختن مردم ها را که واقعا خار خیلی غلط است. و فعلا بینده های عزیز آمده ایم در مقابل خانه امی خانم که جادو و سحر میکنه. ما خواستیم که اول پلیس های خانم ما برن، به خاطر از اینکه اونا خانم هستن، در خانه هر گونه سروازشان هست. ما هم منتظر می باشیم که در را باز بکنن. جناب بالای صاحب بعد باز اینا که رفتن ما شما در اونجا یا میرند، برشان میگد که از طرف وزارت مولی صاحب آمادت میبیند، اما اتاق هم نوشته از یاره نزدیک میبینیم انشالله، یعنی یا داخل شدن ما انشالله پشت سرشان میریم. خب در را باز کردن و خب اون پلیس اگه بازیافت چطور؟ بیشتر خوب بودن؟ خب اینا جناب بالای صاحب میگن که او شمالی رفته و قسمه که ما و شما تقریبا 1 ساعت پیش همین جا آمدیم، اونا بودن و حتی بر اونا دودی هم دادن. وعده دادن که 1 ساعت بعد بیاین پیسرم بتین و جادو مادورم میتین. 1 ساعت بعد بیاین، ولی فعلا اینا منکر میشن، میگن نیستن و پلیسای خانم داخل رفتن میبینن که آیا واقعا هست و یا خیر. بینده های عزیزم ما را همراه باشه. کجا رفتی؟ باش فکر بکنم چادر خودت درست میکنن. بینده های عزیز قسمی که میبینین ما در داخل خانه امی شخص هستیم که قبلا هم ثبوت گرفته بودن و اینا فعلا میگن نه او شخص است. و اینجا چی گپ است که شما شما مادر کمک پیش بیا، ما چند تا پرسان میکنیم از تو. بیاین بالای صاحب پیش بیاین. یک نفرتان شهر ما خانه ما کدام گپ نیست. سلام، خوب هستین؟ خوب هستین خاله؟ سلامت شما خوب هستین؟ اینجا فکر بکنم که یک تاویز نویس است مادر جان. تاویز نویس خود ما مولا نداریم در خانه. خب خودمان که هستم بی سواد هستم. خب بگو یکی و مولا نداریم، نماز میخوانم، مسلمان هستم و هر خدمتی که باشه حاضر هستم بر خود. اینجا یعنی هیچ ای کارا صورت نمیگیره. گپ مر گوش کو، دو رقم است. یکی گپ گوش کو، کسی هست که مولا می باشه، جادوگر می باشه، مردم تاویز میکنه، پول پیسش میگیره. ما خودم که هستم نمازخوان هستم، پرهیزگار هستم از مردم. ما از این تاویز مولا نویسان نیستم که جادوگر باشم یا تاویزگر باشم. ما تاویز نوشته کنم یا بودم سر ما چی هستم. ما خودم بی سواد هستم، ما خودم مولای نیستم که با تو تاویز بودم یا با یا بلا مردم اومده به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ فقط ما سوی که داریم گمانی که از قلب ما. ببین ما در جایی که میریم پرسان میکنیم، یک عالم است، یک مولوی صاحب است، خوب تعویض نوشته میکند، یک شاسر از بیبی خوب تعویض نوشته میکند، ما او رو دیگه هم شاباسی میدیم. اگر جای خدا نخواسته خلاف شر چیزی رو نوشته کنه باز رو ما توصیه میکنیم. حالا همون کتابای تو که هست، همون قلمی که داری، همون کاغذی که داری، همون جایی که میشینی مراجعین که برات میاد اونجا میبینیم. آفرین خیر بینه. خب بینده های عزیز درست است؟ خب پلیسای خانم همراهش میره و اتاقش میبینه. بله. جناب بالای صاحب چی فکر میکنین شما؟ امی خودشان است؟ نزدیک میبینیم انشالله جایش، قلم کتابشه و کتابشانه. بله. اونا دو دیگه ساحرین معلوم شد که کلش چیزایی بود که بالکل. خب صحیح. این برادرم میگن در اینی خانه برین همه چیز دمیجه هست و یعنی واقعیت هست. بله. و بینده های عزیز قسمی که میبینید ما داخل خانه شدیم و اینجا میبینیم که امی گروپ هم روشن کنیم، برقا نیست فیاض جان دیگه. جناب بالای صاحب چی هست اینجا؟
اینه دیگه اینا. نه این زن خودش هست؟ میزنه؟ میزنه همیشه. سیز نمیکشه. صدیقی صاحب اینا میبینین؟ این چیزا دیگه چی باشه دیگه؟ این. بس سیز. این همه چیزا هست. میره روشن کنن که ببینیم چی هست. دویجی میکنن غری میکنن بیادر عدد لجیا به افخان هستیم ننه میره خانه کرایی گرفته رفته. خودت دیجا چی کار است؟ خورزدهشون هستم. دمی خانه میبود؟ دمی خانه کلان شدیم. چرا شکایت نکردیم؟ والا شکایت خداوزا کردم موضوع توجه نکرد. چند پیره مریضام کردم. دوزی میکنن از باغای شمالی دوزی میکنن انگور میرن سیب میرن اینجا میفروشن یک زن دیگه شد بسیار خراب است عدد لجیا مردم منطقه مردم محل کلی با تکلیف است یا بسیار زنای خراب هستند بالای سیب. یعنی روز لجیا ما بیا بس. این تعویض نویس است. هست نه. سلام خبر جادوگر تعویض نویس و جادوگر در برنامه‌های قبل هم گفتم صدیقی صاحب مردم ما غلط نگیرن یکی جادوگر است و یکی تعویضایی است که جناب بالای صاحب از لحاظ اسلامی درست است. ببینید او آیات قرآنی باشد که معنا داشته باشد ما با مشکل نداریم بلال جان. کدام آیات قرآنی که درست نوشته شود عالمش نوشته کند ان شاء الله و شفا است و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خساره. اگر ببینید دیره این نوشته کند این دودی است یا شویست است این چی است هیچ معنا ندارد خط خط شده. در تصویرم ببینید بینده عزیز تلاشی کنیم ما این چیزا را یاد بینده ها عزیز قسم ببینید این رقم خط خط شده من نمیفهم که چی معنا هیچ معنایی نمیتایی معنا ندارد به معنا است. اینی را علما میگرد که سحر است جادو است. برای از این رقم زنا باشد یا مردا باشد که مسلمانان میرد و اینا را تصدیق میکند فهو کافر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. با این مردمی که کس مراجعه میکنه میرد گپای را تصدیق میکنه که بله همین تو است یا کافر است به او کتابی که با محمد رسول الله نازل شده. خانم را صدا بکنیم درست است به خاطر از اینکه اینا منکر می شدن و قبلا هم که شما بیندای عزیز دیدین ما اینا را با ثبوت و شواهد بالایشان آمدیم و کدام ادعای هم نیست و کدام گپ دروغ هم نیست. نه دروغ نبود نه دیده شد سنگا بود به معنا سنگا بود کاغذا بود در سر کاغذا این چیزا را نوشته کردند که هیچ کدامشان هیچ کاغذ نه نام الله ذکر است. میبینید بیندای عزیز که خط خط شده چهارخانه شده و حتی همی چی معنا دیگه این فقط اینی معنا داره که خانه مسلمانان را خراب میکنه بس. و این هم شماره است این رقم پیشینا دودی ها است. بله اونا آمدن جناب بالای مادر جان اینا چی است؟ کدام ما؟ همین چیزا اینم چی است؟ اینو بعد نشان بتم مالای تو بیا همیجا بیاین این کجا میبری؟ این کجا میبری؟ این تسبیح است سردی است تسبیح است که الله گفته میشد شو تا صبح از طرف پاک پروردگار عالم. خوب بگو وقتی که انسان از دنیا میره گپ مفهمیدی این موقع جای داره که ما براتان معلومات و معلومات خدایی دیگه زیاد نداره چیزی نیست. گپ ما گوش کو معلومات شما معلومات خدایی بتم شما کامده کتو کامرا و گپ سخن پس کامریتا این است که الله میگویی دیگه چیزی نیست از طرف خدا انسان نق جای داره که دنیا میره. ما برات معلومات نشان بدم این عکس‌ها و دخترها و بچه‌ها چرا چی میکنین اینجا؟ این عکس‌ها و دخترها و بچه‌ها چی میکنین اینجا؟ این عکس از بچه‌های کاکای من خارج هستن عکس‌های از اوست. کل از خارج هستن؟ نه نیا خارج. کل بچهای کاکای تا خطا نشید که خود نمیترسن که یکی راه ما بزنی پاش شد. این جای است که انسان از دنیا میره مخدر جای توبه میگه پاک میگه که ما رو گشنم چیزا انسان نخوره. از طرف خدا.
این شماره تلفن است کیه؟ حال شما چی می‌گید؟ این طرف اوسنگو خب ما چم چرا میرد خب یک عکس آقا تیگه چیز آقا کی خبر است تیگو کی این رو با اینا رو بیار مادر اینا چیزا رو بیار باز ما شما گپ میزنیم سی غرش نگی یا رو بان یا رو بان این رو با چیزا رو بان مادر سی شو بانش نه قلب بان امروی کلی اونو قلب رو بان امروی دیگه میره دیگه بس خلاص خب بس حالا امی ورقا چی هست؟ امی خط شما گفتین که ما امروی ما گپ بزن مادر شما گفتین که ما شویس نمیدیم چی هست خود چی هستی تو خود بانو الهیست او خط الهیست او تعویض نیست نه چی نوشته کرد ویت نوشته نداره یعنی ویت نوشته ندارم تو اشتکا صدری که نوشته نیست تعویض نیست مولا صاحبی تعویض یا آوردیم از آقا صاحب آوردیم که بیادر مریض سی از آقا صاحب آوردیم از کوی دیم از زنگ نه از آقا صاحب آوردیم که خاطر من مریض هستم سرم پریزات است سیر دود میکنم از آقا صاحب آوردیم از آقا صاحب آوردیم این کل مرد است ما چی وقت اینجا چی وقت چند ببری تو ما یاد از آقا صاحب آوردیم که خود مریض هستم نه خودی گفته که ما پریزان هستم نه با پری نیستم یاد از آقا صاحب آوردیم این دودیای آقا صاحب شویست شما اگه گوش کن این شویست از آقا صاحب است این دودی هم از آقا صاحب است که آوردیم دادیم از زنگ است مادر جان گپ اینا را گوش ببینید بعضی خواهرها هست و جن دارد یا دوشنبه یا پنجشنبه یا چهارشنبه نه اینجا امروی ما ثبوت است که همشهره ماده برای شما یک همشهره هستنی گوش بگی ما خود اینقدر دی پروان اینقدر خانه بود خانه شما آمدیم البته یک چیزی بود خب حلق اینا خوش شد باید تاو بخورند خب امی خودش معلوم داره یعنی کلش امی چیزی هست که جادوگارا از این کار میگیرد جادوگارا از امی چیزی کار میگیرد از خون از سنگ مردار از سیاه مرغ و از سیاه خر و از خونی مردار کار میگیرد اون همه چیزی از خودم نمیفهم که چی خواب بود این نمیفهم امی مورا و چیزی هست دیگه این عکس هست که کسی در جرمنی است در امریکا است در اینجا عکس شده میکنه کسی که در جرمنی باشه باز نامش هم در پشتش نوشته میکنه که خیلی که از خود دست تو خیلی نامش نوشته میکنه اینه ها یا این نامش نوشته میکنه یک عکس دم میکنه یک عکس باز که دم شد اونجا و آدم دیگه هم پشتش دیوانه میشه این رقمی این دیگه نفر به نفر میرسانه خوب چیزی ها نیست اینجا نه اینجا ما قرآن شریف کدام آیتش پیدا کردیم همین تو موری صاحب نه کدام احادیث نه کدام دعا فقط و فقط خطا را کش کردد خطای بیمانا را کش کرده ساحر ما چی میشناسیم مادر ساحر چی شناخته میشد که چیزی را نوشته میکنه که او معنا ندارد بله دیگه توی چیزی را نوشته کرده که هیچ معنا ندارد همین شما را با کی نوشته کردین قد کردین که بودین به خاطر چی تجارت دارین شما ما تجارت نداریم این شما را از کی است بله این از کی است خانه تان این خانه از همشیرین است شما را کدام مشکل نداره شما الحمد شریف بخوانید الحمدلله بسم الله بگو ما کلی مرد است یک سکن آره باشین بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته این اللهم صل علی محمد و علی محمد رسول الله مردا زیاد است ما لرزش است ما قرآن کریم را خواندیم ما نماز میخوانیم ما مسلمان هستیم از این مردمای تعویضی و جادوگر این شماره ما 60500 آدم است دوا فرنش رفته و کاپی کرده پیسه میگرفتیم کل گپای محل است مشکل ندارم خوب گپ گوش کن الحمدلله شریفه این الله علی کل شیء قدیر ان الله علی کل شیء علیم کل چیز از طرف پاک پروردگار علم میباشه عالم صاحب گپ ما گوش کو تحیات لله و طیبات و سلام علیک یا نبی رحمت الله و الله الصالحین ان الله علی کل شیء قدیر ان الله علی کل شیء رحمتک یا رحمان الرحیم ما خودم بی سواد هستیم ما سواد نداریم
اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلی ابراهیم علیه السلام، نور علیه السلام، متریس علیه السلام، جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام. تمام پیغمبرا کوه هم از حاضر است. ما از این مردمان نیستیم که شما قدر بیابی بر ما آمده. خدا ما مسلمان هستیم، ما کفر نیستیم. دعای قنوت تا نیم شما در مسجد خود بودیم خواندیم تا جایی که یاد دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم نستعینک و نستغفرک و نؤمن و نتوکل علیک و نشهد لک خیر و لا نشرک من نفعک ما یجرک. اللهم یا نعبد و لک نستعین. همین نماز ما یاد داریم، همین چیز تا جایی که ما پدرم در مسجد مونده خواندیم. قل ولا احد الله الصمد ولم یولد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این الله گپ گوش کو ما ها لاسپیکر دم نمیکنم. ما خورد در مسجد مانده، پدر ما قیدگیر است. ما مردم در مسجد نرفتیم، ما در نماز ما در خانه هستیم، ما در مکتب نرفتیم، ما بی سواد در خانه شدیم و ما سر ما که شما 10 نفر مرد آمدی چی سرش میخوانی؟ مریض اگر تفلک خود من مریض شد بازور ما دم انداختم الحمدلله قل ولا رسیده. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و متکفرش کن. دیگه اگه بیرونی مردم میاد یا کسی براتون میاد میگه که ما چیزم گم شده، چی رقمش دم میکنی؟ او را نمیتونیم گم شده باشه. یا کسی میاد برات میگه که خیلی جگرخون میباشم، چی سرش میخوانی؟ میگم کسی پیش من آمده اگه میاد چیز خواندن ما نمیتونیم، ما کتاب نداریم، ما خواندن غیر میگم نمازتان بخونین، با خدا باشین. انسان‌های به خداوند خودش رحم میده. همه شما استاد هستین، مرد هستین، ما هم سیاست هستیم. خب چی هست؟ هر کسی کمک خو ایره برش تیز نرم گپ گوش کو. یعنی می شویسته باغ بالا از آقا صاحب آوردیم که خود مریضم بود سوریتان بشوی نی شویسته که دیگر ما آوردیم پیدا میکنه ما دنی گردنه باغ بالاست. یعنی یک کام داد است ما دیگه برای ما کسی چیزی نداد دیگه کا میار داد آقا صاحب داد. نه آقا صاحب از اون خوی گپ گوش تیز نرو خاله جان. دمازنگ و باغ بالا چقدر فرق داره؟ تو بغل کو از خانهش که راشش تموج است. این شماره از ما گپ گوشی شماره ما است که 60000 پیش دکتر است در گوله خیرخانه. دکان خود که را داده دواخانه اونانی مفروش. ما رفتم مال میکشیدار می بچر گفتم کاغذم بده شماره مثلا کو دکتر آمد بیا این شماره چشمای نمیبینه از خودم است که اگه ضرورت می باشه کار میبلاش کس دیگه نیست. هیچ مشکلی نیست. نه آدم خود کاغذ سفید رو چاپ کرده مفت چاپ کرده برام. بله اگه ثبوت نشان داد که خودت جادوگری میکنی چی؟ کجا میری خودت؟ بیاین شما تو بیاین مادر بیاین نه بیرون بیاین شما جادوگر باشم سرم رو زدن مال میراث من اگه جادوگر باشم همشیره خودت کجا میری؟ صبر یک لحظه. ما اگه جادوگر باشم سرم زدن مال میراث ما جادو خودم بعد میبرم. ما جادوگر نیستم، جادوگر کفر است و گپ گوش کو و انسانی که کفر باشه مثلا او جادو میکنه کسی را ای جادو من نیستم، من جادوگر نیستم و ما خودم بی سواد هستم. حقیقت راست میگم ما نماز خود خواندیم ما چی میکنم ما جادو نمیکنم. یک دختر است یک کس را دوست داره؟ این جواب ندادی برای من چی است؟ این ما خودم اثر کویا خب چی است؟ این سنگ است بوربوس پشتکا که مریض میشه چی نبگی اثر کوی افته منیام بوربوس وام بوربوس همشیله بیا داری بوربوس بیا در ها این سنگ است این سنگ است یا سنگ اثر کوی افته مورا ماناش است ماناش از طرف خدایی سنگ اثر کوی افته ما آوردیم. ماناش چه مانا نداره. کلی چی میگم؟ این کلی انواری ماست که انواریم خراب مرد مخالفش خراب شد. نه بیا انواریم واس کن. یک لحظه گپ اینا را گوش کن. حالا یک سوال یک دختر یک کس را دوست داره او شوهر داره شوهر دختر شوی داره نه؟ شما گفتین که شویش ما بر جدا کده میتونم؟ آینوبا که داریم نجار است پدرم ما آینوبا زیاد داریم همونجا هست مولوی صاحب که داریم که توبه باشن که اینا سوال صدیقی صاحب جواب بده. یک کسی پیش شما آمده که ما یک کس را دوست دارم یک آدم دوست دارم او زن داره او را بر من جدا بده طلاق بده مرا چی کنه بگیره او تو اگه ثبوت شد پاک پروردگار عالم خودش میفهمه ای که زن داشته باشه یک دانه دختر کویستان است ایره گوش کنید یک لحظه ایسا که تیراکی که پاک سرمو ساخته من ما امیر مشتاق گوش کن حالا او درخت است گوش کنین درخت چیزی نیست الهی ما میام در پیشش همیشه خود است یا شکر مشتریش هستم
خودش کجاست؟ خودش اجازه است. او شاگرد مدخول. ها همین صدای خودتان هم نمیشه؟ مشکل چی بود است؟ ببینید از من خواستم در امریکاست چیز از بیبی یک دفعه برنامه بیتولی شوی کمی گرفته بودم از پیش خود بیدی چی؟ پیسه برداری نکرد؟ نه نکرد والا نه پیش بشید. خب نکرد به خدایت چرا شد که برید توست؟ نه شما یک دفعه مقدر این صبح پیشتان آمده بود ما اینجا استاد بودیم در پشت سر دروازه ما صبح نبودم با خدا قسم است که ما صبح انگور ما گرفته قوای مرکز رفته بودم گپ گوش کن ما انگور خود فروختیم 3 بجه 10 بجه ما در خانهش نبودم ما شمالی بودم خب اون بگویا نه گپای ساختگی که ما دارم بکشیم نه جادوگر هستم نه تابی نویس هستم نه صدا هستم و ما 10 بجه ما در قوای مرکز انگور ما در دکان و آدم فروختیم ما آوردیم پیشین نوجه بودم آمدم کاغذا سفید نمره تلفنم است کدام غری دوزی هیچ گپا نیست که شما آمده کسی که گفته حاضر باشم ما خودم کت حاضر هستم بدامم که باشم و ما از این کارهای مولای جادوگر نیستم که یک نفر بگیرم با او کار کنیم ها این دختر ما روان کردیم من نبودم صبح رفته بودم صبح آمده ما نفر روان کردیم یکی را گفتی که خسرم پیسه روان نمیکنه از امریکا اورم چی دادی تویز دادی یکی دیگه خیلی دیگه کی از دیاولی گپ گوش کن ما صبحکی ما تاکسی گرفته قوای مرکز کارتن انگور خود بردم 300 فروختم آمدم و 2 دفعه دیرو شمالی رفته بودم انگور آوردیم ما قطعا من نیستم پیک سوای کجا رفتی خب رفتم ایدان سایکو خودت باش یک جای استیبل غیر از گپ مرا گوش خودت نه سایکو آرام سعی سورم چیز کو همیشه که خودت نبودی یعنی دروازه تصویرش پیش ما است باشه پیش هر کس آمده باشه ما اصلا جایی نمیرم ما کجا آمده خیلی امو خانم پیش کی آمده ببین کجا میری خب بنده های از نمیفهم چرا در یک جای استاد نمی باشن او میخورند خواه مشکل نیست بالای سب یکیتان بگوید مشکل تان حل کنم چه مشکل است مشکلی است که ما صبح آمدیم بله خوش آمدید دی اولی آمدیم کی از خیلی دیگه کی است که اینجا پیش کی آمد و نفر ما که روان کردیم پیش کی آمد پیش ما کسی نامده مولای دی اولی خیلی دیگه کی است ها دی اولی دیگه کی است دیگه کی از خیلی پیشش آمد ویدیو داره پسی داره یکی خود گفت که خسرم پیسه روان نمیکنه از امریکا تویز داد برش یکی دیگه گفت که یک کس دوست داره دوست ما که او را طلاق بده ما را بگیره و شما وعده دادین که دیگر بیاین مشکلتان حل میشه ما او را ندیدیم میشه که نه پیش خانه تان دودی را چیزا را پرتین باز مشکل سایکو همیشه خیلی دیگه بدون خودت کی کار میکنه نه گفته من نیست اگه همشیره من شمالی هستم من نیستم میشه که کسی نامده وار خطا نشه ما ور خطا نیستیم ما ور خطا نیست ما از چیای موتر هستی که بیا دریا به حساب چی نیست تو مرد قلفاس مخالی کنم که چی تلفن تا بکش تلفن تا میگه بده باش که من تلفن ما با تو خاطر چی است این آین رو با یعنی دروازه آینه با خرابت بیادرم کوکار جمع میکنه یعنی میا کلا آین رو با آین رو با دارم در خانه که کوکار صندوق ما پر است این آین رو با کوکار نجار هستیم جمع میکنیم ببینید این کی است یک خانه است کی است دو تا بکار است این ویدیو رو ببین خانه شماست خانه ما است ما میام در پیشش همیشه خوب است یا شکر مشتریش هستم خودش کجاست؟ خودش اجازه است او شاگرد مدخول خو مشکل چی بود است بیبی از من خواستم در امریکاست چیز از بیبی یک دفعه برنامه بیتولی شوی کمی گرفته بودم بس پیش خود بیدی چی پیسه برداری نکرد نه نکرد والا نه پیش بشید خب نکرد به خدایت چرا شد که برید توست نمیفهم یک دفعه مقدر شد 2 هفته آه تو بگو نام تا نام سمایه نام قهوه گذاشته نشان بدی بار برات خورایی میکنه آه روان میکنه زنگ نزدی برش نه دیگه مسیج چیزا میکنه دیگه ما چی نکرد بگو نام تا سمایه نام خسرت بگو نام خسرم کمال پیسه رای کنه برات آه ای فهمیدی تاله که ببینی که میکنه یا نمیکنه رای میکنه میکنه رای میکنه خب حالا خب پیشم پیسه نیست خیر از دیگر میم بس پیش دودی و چیزا میگیرم رای میکنه خب دیگه از من یک دونه سلفی بود ما با بیجام پسیشم خب پیسه رای میکنه خب رای میکنه باز چیز که سر بزاری پیسه رای میکنه چیز نکنی چیگر چه پیسه رای میکنه
دیگه با چی قصه که به ویژی گفته بودم که یک دانستین فیلم هستم همیه چقدر که پیسه بگیری برات میت در قصه پیسه خودی نیست دیگه ایدم قصهش نیست کی هست؟ ایدم دستون یک هم است بگدن بچه را خوش داره اما باید یک دختر دیگه برش توویز میکنه که از او جدا کنه اونو بگیره منه یعنی رسایی که برو پرتو جوش بته دم پیش ری که ما برای دروازه خانه دم خانه پاش بته که شیرین شه و را یک پیسه رزق کرده کنه خب دیگه ما او را گفتم کار مکو گفت بیا امروز دیگه میکنی کارش که ما بیارم میشه از اون دختره خب بیار شد دیگه چند باز میگیری کارش دیده دیگه خو اینه گفتم دیگه دختر است خب وقت کارش باز چیزی زیاف میاره خودش خب دیگه باز کارش آل خب چیزی که دقیقش نیست میتی که میال پیسه خدا دیگه چند بیاره بره هر چی که باز چیزی که برام پیش کیال چی بگید حالا کار مرد کار نکرده کی مرد چی بگید و کارش خودش میاره صحیح آلتی اگه 20 شیرینی آل خو نوردی مگه بیرون باش خیمادن شونه سگه اون بگم صحیح صحیح برو پرتو دروازه خانه که ما بریم خود داو جوش پرت میشه جوش بده چه خب جوش بده برو پرتو جوش بده دروازه خانه پرتو شیرین شو برده تو بس که پیسه زنده باشی صحیح او که آمده باشم من خودم خانه نبودم همشیره پیش کی آمده من نبودم گپ گوش که اینا رو آمده پیش ما آمده گپ ما گوش که مولای صاحب این رو با صندوق این نفر پیش تان آمده نشان بده صندوق پر است تو باش این صندوق تو باش این سکو ما این رو با بسیار داریم نجار هستیم این رو با رو جمع کردیم این رو با زیاف داریم گپ گوش که این رو با زیاف داریم این رو با شکش ما زیاف این رو با نجاری تان کجاست یعنی بیاک صندوق نجاری نشان بده خطا نشه این سکو بخی که دامم کنه من نمیترسم ما چه کل مال هیچ باش که یعنی جایل بیا آی رو جناب بالایی صاحب قسمی که میبینین این ما شما ثبوت هم داریم و اینا منکر میشه این کار میکند خو ان شاء الله الرحمن که تمام حقیقت روشن میشه فیاض جان بیا تمام حقیقت برین مولای صاحب داخل بیا یعنی آینه رو با یا بیادرم نجار است خوب بگو بیایی که من شان تام بودم این نترسه بیایی آلمان هم ترسه ما چه بچه خب بیایی چه نترسه ما نجار هستیم ما نجاری میکنیم ما مسلمان هستیم ما از این مردم ها ما نیستیم اندگاه اینو با دیگه صندوق بیا بیا نجاریشان همیجا ما صندوق ها دیم روی اولی نیست مولای صاحب ما از این مردم ها نجاری کجا نگه نجاری بیایی عیب خوب تان میگی خب سعیز بیا سعیز نه بیا فیاض بیا خدای کامل بنده جادو کوئی بارا ہوتا ہے نمیفهمم باز کن اینجا کس هست آوازش اینجا کی هست اینجا شو خو این دکان است که در پشت سرک است صدیقی صاحب نه ایره کسی واز میکنه ایره کسی کش میکنه ایره کی کش کردی کار خب یارو مولای صاحب ما این مشکلات از که مردم ها چی نیست میخوانیم و بیا هر کس که گفته خودش ریسیو میشه بیا خب در دروازه آمده بیا بیندای عزیز فیاض خب بینده های عزیز پشت دروازه خانم ها آمده میبینیم که اینا به چی خاطر آمدن شما برین واس کنید مادر جان شما برین واس کنید خودتان بیاین شما واس کنید ما نباشیم خوب است فیاض اید نبینن ما را بیایید خب چیز بگو فیاض دگی سعی کو خاله جان بانشان برین خب ما فهمیدیم صدیقی صاحب شما میده صحبت کنید کاتشان بیاین بیاین جناب عالی تلاشی میگه دلارا برش میاره شما برین مادر خب شما برین خب مولای شبیه خود مشتریاش بود خود طرف فهمیده مشتریاشان آمده بود و که دیدن
ترسیده مخابره سره مختش فروغ. این مخابره است کی است؟ مخابره است برادرم لالاغا 10 سال میشه. این کجا بود کیرکندی؟ حاجی خانه از کندی 10 سال میشه. نمیدریزم حالا خودت یک جای باش. هستم. خو یکی ماشو بیا نماز بیا استاد نمیشه. حالا شما باشین سعی کنین که یک نفر صحبت بکنین. این طرف میدوانی یک جای تقرار نمیگیری تو. یک جای تقرار نمیگیری تو. خب بنده های عزیز اینا میگن که ما باید یک نفر صحبت. شما بیاین بیرون بیاین. اینجا تاریک است. مخابره پیش ثواب مولوی صاحب. مخابره که کنده آورده اجماع بیادرم است. بیادرت مجاهد است. نه بیادرم مال فوت کرده. خادی سعی کنین. اینی هم یک نفر با شما صحبت. این چی است؟ ایره که شو پاشه میخوره کای گندمی دود میکنه که پاشه نخوره. فیاض جان این از من است ادم شیره ماست از اتاقو کشیده. دوای مالاریا رو جور این پاشه نخوره ش دود میکنه کای سفید است که دودش دود کرده که پاشه نخوره. ادم شوال میای بازار رفته. این بلا خلق آوردن مشکل باشه ما خودم حل میکنم. این کای گندم پاشه میخوره ش دود کرده که پاشه شو نخوره ما. کای گندم است کای سفید پاشه دار درخت ما زیاد است پاشه میخوره این رو دود میکنه که پاشه نخوره. خوب بنده عزیز اینه یک نوآوری که اما در خانه کا بگیریم بسوزانیم تا این کا دوا پاشی کردیم درخت‌ها را با شوک پاشه میخوره جا بجس میکنه یک میدگه کای سفید دود میکنه پاشه میره. بسیار مفید است. دوا یا کده اسپری والا اسپری خو ما نداریم که بخریم. دوای درخت‌ها رو خریدیم. دوای پاشه دوای مرچه داره که مرچه رو گم میکنه وای پاشه نمیخوره. این مرچه نمیخوره. بیا در اسکلش مفید باشه کدام خدا نخواسته خریم نکردیم دوزی نکردیم جادوگر من نیستم. تو کامدی به ما خودم الحمدلله مسلمان هستم و هر چیزی که باشه خودم جواب بدم. ما خو تو چی رقم تو مسلمان خو صحیح نماز یادش می باشد. صحیح قرآن کریم میخواند. تو هم الحمد شریف هم صحیح درست خواندن نتونستی مادر. ما تا جای مسجد رفتیم تا جای نرفتیم ما دیگه رفتم. همشهرا که ما دادن دروازه تی مراجعه تو نبود. خانه مردم شما بیاین. خانه خوارم از خوارم غر نیست دوز نیست خانهش از بیاین. موتر است کی است؟ چی؟ اسنادای موتر از خود ما از همشیره ماست. این عکس از همشیرای ماست، این عکس از خوارای ماست، این از بیبی ماست که مردال. شما در خانه مردم چه کار داری؟ نه اسنادا رو میبریم. اسنادای باقی مونده موتر است نبری اسنادای. صبر کن. نیست که کسیش ده پیش مترمان است. این مخابره تو باش پیسایشو گم نکنی گپی باش. پیسا را میته ما دوست نیست که میای خودش میای خانهش مرغراز نیست اند خانه از که مرغراز نیست خودش میای جابش پیسهش چیزش گم شده باشه خودش میفهمه حسابش. اون موتر از خود ما سان سه تا موتر دلاین است. اون موترش دلاین است. ته کسی سری داره پیسه موتر است. اون پیسه مجاری موتر است. پول از دبایدش که باقی داری موتر است مونده. باقی داری موتر است. حساب شده پس میمونه. باقی داری موتر است خودش. الحمدلله گم نمیشه. 3400 باقی داری موتر 3400 افغانی است. مخابره است. و چند دانه جوار سیر است؟ 1 2 3 4 5 باش کو رفته که بیاید. درست است. بیشین نه ای مادر سین شریف ده زړه د قران کریم زړه ده. نه تعویض که دی چی نمیشته خب امیر ببینید که چی داشته علمیت داره نداره. نه ببینیم آیا تعویض است که درست است و یا نه اینی چیزی است. نه خب مو چیز دیگه وارز دیگه خطاکاست فقط 4 خط است. دیگه چیزی نیست. این هم رنگ شده که چیزی ده په چوکی زعفران سوزن هم زده شده. دیگه هم باز کنیم. پاسپورت جوارسای را وړه د مسلمانانو جوارسای را وړه ده. ما نمیفهمم وطنان عزیز ما اینجا با جرم ازی آمدیم که اینا
جادو میکردن، ولی اینجا ما چیزهایی یافتیم که مخابره و جواسیر موتر و کرولای ژاپنی جگری. او گفت سراچه است از ما او گفت سراچه است که در دروغ میگه یا بسیار مکار هستن. سه دانه یک تا کرولای 2000 دارن، یک تا دیگه سراچه تیک. خودت دمی منطقه هستی؟ این دکان من. خب اینجا خانم‌ها میان تعویض میگیرن و یا خیر؟ والا میان میگیرن. پس ما نه اینجا با دروغ آمدیم و نه کدام ادعایی داریم، با واقعیت آمدیم و ثبوت گرفته. ثبوت ما رو ما صبح گرفتن متاسفین. صحیح است دیگه، ثبوت خودتان هم گرفته دیگه، نمیفهمی که میکنن تعویض میتن یکم تاره دیگه. پس حال پیش محتسبین منکر میشه. باید این کار نکند، بگوید که ما تعویض نمیشته میکنیم، ما تعویضاشو میبینیم که موافق شریعت است یا نه. اگر جای بود ما برش اجازه میدیم، اگر جای نبود موافق شریعت ما یا را توصیه میکنیم، تعهد پیش میگیریم که من بعدی کار نکنم. اینه چیزی هست کارش چی است؟ چی است؟ نکن بسته اینه برش بگوی منیره. این از آقا صاحب آوردیم، تعویض برادر من. ما کلش از آقا صاحب چرا تعویض میگیریم؟ آوردیم از آقا صاحب گرفتیم، این نوشته میکنه از آقا صاحب انخوی. از انخوی است. در کجا است؟ در موج خانه شهر سفید. در کجا قسمت؟ در کجای کار؟ در پیش یخچال میگه، آودان میگه، در پیش از پل بیمزنگ است. از آقا صاحب تعویض آقا صاحب است آوردیم. نه یا مزم آقا صاحب است. کل تعویض از آقا صاحب. یا تعویض نیست، یا نمره تلفن خودم است، یا تلفن است. با آقا صاحب. آقا صاحب زنگ بزن که یک بار پیش بریم. آقا صاحب نمرهش نیست پیشم. چرا کم میری؟ از راه میرم، برو که تو رو ببرم. خدا از راه میرم. تو نمره نداری، سفید است. خیا کی بود کال آمده بود؟ بیا در گپ ما گوش کو، پس که مخابرات یک ذره دور انسانیت از گپ گوش کو. تعویضا میشه حسابش مال ما است، بی تعویضا مال ما، چند قسم تعویض است. خانم‌ها اینجا چی میگن؟ یک تعویضی است که مردم جادو میکنه، یک مولای است که آدم سعید میباشه و به دم دوازی پس که پیش میکمه دور کو مخابرات صدا رو میشنوه دور کو. یکی است که آدم گپ گوش کو. ما بزرگوار هستیم، ما از قومی هستیم که ما قوم ما هست که سر دیوال چو گفته بود دیوال در حرکت شده، ما از سیدای توخچی هستیم، ما مردم الهی نیستیم، ما مردم جادوگر نیستیم، ما مردم دیگه نیستیم، ما از توخچی هستیم، از سیدای توخچی هستیم و به مزوج است. سر دیوال میگفت دیوال چو میگفت در حال حرکت میشه. ما از این مردمای نیستیم که جادوگر باشیم، تعویض باشیم. ما خودم میال این الله حلا کل شین الله حلا شین قدیر الله حلا کل شین، کل چیزا پیش انسان علیم از وقتی که جنازه در خاک سپرده میشه، یکی ملائکت است، یکی للملائکت است، یکی ملائکت الله آدم استکبروا کانوا من الکافرین، که انسان از ملائکه جدا میشه. سه ملائکه است. این دنیا ترکی نیست که ما اومدیم مخابرات دست مرد تو این تو همشیره بگو تو تعویض داده بودی، تو تعویض هستی، تو ملاستی، تو جادوگر هستی. اگه من جادوگر بودم سرم و زدن مال میراث. اگه کسی این شیطانی رو برنامه کرده بود من سرش میزنم و مالش میراث میکنم. هر کسی که باشه ولو که برادر باشه قابل خونش استاد هستم. من مولای جادوگر، دروغگوی، آدم کش، قتل، رازن، فودری، چرسی خودش که چرس میته، تابلت میته، او راپور نداده. گپ راست همسایه است. او که خودش بچه‌ها که چرس میزدن او رو نگفته، تابلت که میته نگفته. ما آمدیم این اسنادا کل گپ این اسنادای محترم شیریم از کلش محترات لای نه. یک دانه سراچه داریم، یک دانه موترک گازی نو خریدیم که نمی کونگا کس داده در موترک میره تاکسی ارزش پیش تاکسی داره. من نمایش نمیخوام موترا رو جک میکنم اصلا موترا ببینه. هر کسی یک شیطانی برنامه کرده باشه کابل موتر گرفته. خود ما در میج هستیم، ما خودمون مسلمان هستیم. من 30 سال شده که زندگی میکنم. من نیغر هستم، نه دوست هستم، نه جادوگر هستم. هر کسی که اومد 1000 دفعه ایسا کنه ما خودم در صاحب مسجد ها بگوی عربستان سعودی بگوی مسجد ها بگوی من خدا داشتم من مسجد میخرم آباد میکنم مردم نماز بخونه من خیرمو به مردم برسه. من از این انسانا من نیستم. ما برسان کو بالای سبا. تو تعویض دم دعا میکنی یا نمیکنی؟ دم دعا گپ گوش کو. اگر یک اشتوک مریض باشه برادرزاده مریض بود در حالت کما بود دم انداختیمش. یک کسی که مریض باشه فلج باشه دم میدونید الحمدلله شریف قرآن شریف دعا کنیم. ما چی داریم امی مرچ سیاه خوردیم هم کسی زار بخوره ما چوف بزنم جور میشه. کسی که مار بخوره کسی که زار بخوره گزنده باشه جانش میره مزنده باشه میره. انسانی که نماز نخونه هر چیز باشه انسان با خدا باشه او بهتر است. کدام شب و روز برای شما میاد نه؟ جنیات خودت داری یا پیداش کنم برات؟
شما یعنی پیداش کنی ما خانه جندا ببرم میریم در کدام شب برای شما میاد جندا ما بر تو گویم ما جندا در کجاست؟ جندا در قبر مولوی صاحب ده سرقه چه است که ما یک مامایم دو مامایم بیبی مکشته در خانه شان است در کوچگکشان است جندا است ما تو رو میبرم شهید شدن چند تا برای شما چه وقت حاضر میشد یا یکی دم و دو میلگنی و جنیات میاد و دم و دو رو میرساند و باز خوب میشد این قدر معلومات ما رو بده که در کدام شب برای شما میاد ما دیگه میریم شما یعنی کدام جنیات تابع شما هست کدامی که خدمتگار شما هست در کدام شب و در کدام روزا براتون میاد که ما بفهم دیگه میریم از پیش شما چقدر طرف و طرف بده همیشه گاهی میاد که مثلا مولای صاحب ان الله شما پریزگار هم هستین ما مردم ها زیاد دست دورم چار پیر ما ای که اجینات گپ گوش کو وقتی که انسان جنازه را در خاک میمانه یکی ملائکت است یکی ملائکت است ملائکت جدا می باشه گپ مفهمیدی ما انسان در قبرستان بر این دنیا را پرسانش میکنی یا او دنیا را کدام اجینات زیاف است گپ گوش کو اجینات خو زیاف است کودک جنیات است گپ گوش کو برای تو چه وقت میاد برای تو چه وقت حاضر میشه در وقت تعویض نویسی می باشه پیشت یا نه جن دم تو که ما بگویم که آره ما ایسکو ما جن در پیش ما نمی باشه جن در جای دور است جن خو نمی باشه چه وقت حاضر میشه که شما بگین بیان که این مریض آورده چه وقت حاضر میشه برای شما چه وقت حاضر میشه جن حالا خو این مردم ها کل شیطان است کسی پیش رد گپ گوش کو گپ ما گوش کو تو به من شیطان به من نشان بده من جن به تو نشان میدم مولای صاحب صحیح است این الله امی جن به ما بگو فلان کی نفر به تو شیطانی کده تو شیطان به من نشان بده جندای ما استاد میباشه امروز ما گپ بزن من تیز گپ نمیزنم من نرم گپ میزنم کدام وقت که برای تو جنیات حاضر میشد همون روز برای ما بوی که دنی وقت حاضر میشد نه چند تا مریضا سور میاریم چهارشنبه هر چهارشنبه میاد یک چهارشنبه بیا که ما برات چند نفر میاد چند نفر حاضر میشه چند نفر یک سیاست است تو یک دفعه رو چهارشنبه بیا باز میبینیشه چند نفر هر چی مسلمان است یا کافر است مسلمان است مسلمان تابع توست تابع است هر کاری که برش بگی از تو از گپ تو نمیگذارد کار خیر مردم را از طرف پاک پروردگار عالم است یکی کار شر است وقتی که انسان رو به طرف خدا میکنه و جندات زیاد در قسم جنداست جن ترار کنساز سبا چهارشنبه سبا چهارشنبه سبا شش بیا قومن کچون گپ بزن کارشم داری بگو قومن تنها خود بیا بعد مردم میبینم بگو من این مشکل مو بگو بیا نبچم بگویم ما چی بگویم بیا بشینه چای بخوری خانه بشینه چیزی که نوشته کرده همین کاغذها را یا از آقا صاحب پاس برش ببر وجه کمکاری امروی ما کو که نی آقا صاحب بری ما نشان بده که چی رو نوشته میکند این دختر خاله ما رفته در ترکیه است عکس شما دختر مامای ما از مامای ما از خاله ما از کلشان است از شیرای ما است دست که زیاد از غلط شد یکی از این مرد کی برادرم که شهید شده عکس از عکسای مامای ما است قصد که ایران ببانی خانه ما عکس پر از خانه ما چی پر این پستکی میدازه کات از که بیارم بخچه د باکس ما نه تو گوت باش اجازه بده که بیارم میسوندش بگو باشه کجاش بیا نه جند نشان کن نه جند نشان مولانت بیا خب میدوی ندو ببین ما رو بر خطا میسازی که جنیات کوی قاب برد کجا رفت شناختی؟ تو مولوی هستی قرآن خان هستی جندایت گفت گپ گوشگاه دموکرات کلتون ای بسیار یک انسان پاک مولوی است نه قرآن بطینه تا از گپ گوشگاه یک دقیقه ما شما خود نوشناخت این کی برتون گفت جندایتان گفت از طرف همون جن هر کس که گفت مولوی است جندای مسلمانتان تو مولوی هستی ما پیش نه شما قرآن خواندید شما خواندید یا خواندید ای پاک است نه شما خواندید شما گپ غلط گوش میکنین یا نمیکنین نه ای که ای تو انسان با خدا هست که این حقیقت غیر از حقیقت که چیز نمیپذیره این معلومات به شما کی داد ما به ایران شدم تو مولوی صاحب ما حق داری که هر چی بکنی به خاطر اینکه تو پاک هستی یا ما فهمیدی مردمای هر قسم لچکاس هر قسم خلق دیگه حاضر نشد به تو حاضر شد تو مولوی هستی سی قرآن در سینه تو حفظ است سی قرآن در سینه تو حفظ است شما مولوی صاحبان شما خوش آمدین انگور داریم انگور بخورین چای بخورین ما هر چیز برای شما آماده هستیم خوشبختانه قدم شما را خوشبخت دخنیم و داشته باشه ما انگور داریم دخنه
ما انگور از باغ آوردیم، از قرباغ آوردیم، انگور پاک است، انگور داریم، چای داریم، خوش آمدین و هر چی که میخورین ما خدمتگار به شما هستیم. شما انسانای پاک هستین، شما انسانای پاک هستین. دولی مادر آمدین، شما کلتان دعا بدین که شما پای قدم شما از طرف پاک پروردگار دولی ما آمده. یا حاضر شد چیزی هم پیدا شد. چند هزار سلا بیا که من سلاکوت ببرم تا سلاکوت بگرام است. سلاکوت هر جای است. تو سلا کار داری یا مر کار داری؟ تو سلا رو چی میگویی؟ جنیات روان میکنی. جنیات هم برش میاره. بیا که من سلا برات بیارم. ایسکو سلا کار داری؟ ایسکو سلا براتان است. زمرد برات کوه است، مردم است، مولوی صاحب بزرگوار، هر چیز به دنیا هست. یک مو چیز ماست، یک سیاست پیدا شد. نه مخابران پیدا شد. زره هم پیدا شد. چیز زره هم پیدا شد. زره مخابره، زره چیز تو اصحاب کوله سرگندنا ظاهر میکردیم. زره این گندنا سجرایل میکردیم از وقت است. مخابران پیدا شد. اینجا کی نظامی بوده؟ خانه تان کی نظامی؟ برادرم نظامی بود که فوت شده. ایسکو برادرم بود که فوت شده. برادرم بود. این کی است؟ همسایتان است پیشتر گفتی؟ این فوت شدگی است. کی است؟ همسایتان بود؟ این فوت شده دختر خالیم است. من ببخشید. این فوت شدگی است. این فوت شده. ما که اکثر البوم بکشم کلش البوم داریم که فوت شده. جناب مولوی صاحب تصمیم شما چی است و چی فکر میکنید؟ هر بار مولوی صاحب خوش آمدین، چای میخورین، خانه میبرین، چیزی که شما در نظرتان دارین ما در نظر شما هستم و یکی عالم هستین. ما نظری شما رو بگویم. جادوگر بعد شما میایه که بعد ما مردم میایه بگو یکی و مردم آزاری بعد ما میایه بگو دو، حرام بعد ما میایه بگو سه و شیطانایی که قمار میزنن کلو چکی میکنن و بعد ما میایه ما بعد شما میاییم. دیگه ما انسان با خدا هستیم، از این مرتبه نیستیم. ما شیطان خدا کار دارم. ما در قصه گپا نیستیم. اولی ما تفایل سرشم چهارشنبه حاضر میشه، یک چهارشنبه دیگه چهارشنبه میاد. خب کدامی که تابع تو است؟ همین کفار یا مسلمانا؟ مسلمانا. خب ببینید بیننده های عزیز میگه که همه جنیات تابع ما است و الله جل جلاله در قرآن کریم میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پروردگار میگه ما انسانا را جنیات هست نکردم، پیدا نکردم مگر به خاطر عبادت خود. اما جنیاتی که مسلمانا هستند و به خاطر عبادت پروردگار پیدا شدند و جنیات کفار علما ذکر میکنند جنی که کافر باشد در وقت مسخر میگردد، در وقت تابعدار یک کس میگردد تا که او کس را از خود نگرداند. ای تو اعمال سرش انجام میداد تا که یقین از او بیاد که از ما شد. دیگه ای حال گفت که جنیات مدارم روی چهارشنبه میاد و او جنیاتی که مسلمان است. مسلمان جن تابعدار کس نمیشد. بیننده های عزیز او را الله به خاطر عبادت خود پیدا کرد و از کافر جن که وقتی یک تابعداری کسی را اختیار میکند تا که او کس به ملتش نشود، تا که او برش دست نداد، تا که همکارش نشود. ما اینجا برای بیننده های عزیز صحبت میکنیم. دیگه از این رقم مردم که ما همی چجا دیدیم همی تعویزاتی که یا با نام تعویز میدن مردم اما شبیستا یا دودیایی را که دیدیم با حضور مولوی صاحبای حوزه 4 محتسبین علما یا کلشان دانه دانه می تعویزا را که در پلاستیک بود در امو تارا بود چک کردیم که در هیچ کدامش نام الله را حتی یک بسم الله الرحمن الرحیم دیده نشد. می تو بود مولوی صاحب. دیگه هیچ چیزی در تعویضات از جا نوشته نبود که او معنادار باشد. نه الحمد شریف بود، نه سوره اخلاص بود، نه آیت کرسی شریف بود که میره سوره های رقیه یا سوره های شفا میگد. دیگه شما را ما توصیه میکنیم بیننده های عزیز که با این رقم مردم مراجعه نکنید. خودتانم الحمدلله با او قرآن عظیم و شان که او هدی للمتقین است و شفا از برای مؤمنین با او قرآن عظیم و شان خود را دم کنید و این رقم مردمایی که چټل هستند با کلمه خود خبر ندارد. شما دیدین الحمد شریف خواندن نمیتواند، سوره مبارکه اخلاص خواندن نتانست، درود شریف به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم او را خواندن نتانست، دعای قنوت خواندن نتانست. دیگه با این رقم مردم شما مریضتان نبرین که از بد بدتر میشه. دقیقاً جناب ان شاء الله موافق هستید به این مسئله کلا. یک جان تشکر از جناب مولوی صاحب بزرگوار که روشنی پرتافت. ما امرای تعویض دم درود مخالفت نداریم
او تعویزی که خلاف شریعت باشه، الفاظ قرآن و احادیث نباشه، امرای از اون ما مخالفت داریم که حال همی همشیره مالیج قرار داره، حالی الحمد شریف خودش یاد نداره، سوره اخلاص یاد نداره، قل والله احد شریف یاد نداره. این مچم از کجای قرآن پاک دیگه تعویض میته؟ تعویض ندادیم، ما تعویضات ما ندادیم، به کسی معروف قرار ندادیم. تعویضات کسی هر کس داده نمیتونه، تعویضات مولوی میته، ملا میته. ما خودم از مولوی تعویض گرفتیم. اگر گپ گوش همین جنیات که میاین جنیات گپ میزنن، هم جنیات میتن. گپ گوش کن، اگر جنیات هست یا مثلا یا پریزات هست یا اگر جنیات هست او با خدای تعالی قدرت داره. مولوی صاحب ما از چی نیستم که ما بسال مولا باشم، ما ترق شرق تعویض بناشته کنیم. متنای عزیز مولوی صاحب الحمدلله کلشان روشنی داد. خب فقط داخل همی خلاصه میکنیم نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که من اتا عرافا او کاهنا او ساحرا فصدقه بما يقول فهو کافر بما انزل على محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که میرد برای ساحر، کاهن، عراف او کسی را میگد که غیب میگد، از مستقبل میگد، برای از این میرد و تصدیق از او را میکند. این مردم کافر است با آن کتابی که به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. کعب احبار علما استاد هستند. این صحابی شد، البته این اول عالم یهودی بود. این کعب احبار این میگد اگر جای و کلماتی را که ما از محمد رسول الله اصحابه کرام یاد کرده بودم، اگر او کلماتی را من نمیخواندم، مرا یهودی او زمانه به حمار تبدیل میکرد. علما ذکر میکند از صارم البتار یک کتاب است نوشته شده، دی ذکر میکند اگر جای کلمات نمیخواند کعب احبار میگد ما حمار جور میشدم، خر جور میشدم. خر حقیقی یا مجازی؟ علما میگرد ام حقیقی جور میتواند که یک انسان است او را حالات حقیقی از او را تغییر بدهد، مثل که در زمان حضرت موسی علیه السلام و فرعون، ساحرای فرعون امور اسپانا را انداخت و شکل ما را پیدا کرد. با حقیقت هم بدل میتواند و عقل انسان هم گرفته میتواند. دیگه از این رقم مردم که ساحرین هستند، جادوگرا هستند، از این مردم دوری کنند، خدا نخواسته باز دنیا و آخرتان خراب میشد. یه حدیث مبارک را براتون گفتم، یه حدیث دیگه در بخاری شریف میاد، کسی که برای عراف میرد، برای جادوگر میرد که از خانه حرکت میکند، 40 روز الله جل جلاله اما عبادت ازیره، نماز ازیره الله قبول نمیکند. از این مردمی که حال خودشان اما اقرار کردند که در روز چهارشنبه سر ما چیز میاد، چهارشنبه جن بری ما میاد. خب به هر صورت از این مردم خودداری کنید. السلام علیکم و رحمت الله. هیچ کسی در خانه مون نیست، مال ما رو میبرن. من میرم زمانت ما کی میکنه؟ نه تقول که پس میدی نه بیادن میدان ورده کس نیست، خانه ما است. نه این نیست خانهش تو پیساش گم از کل شمشیریم بیا. ما از اوزه چهار هستیم و می خانه ما کسی شیطانی کرد تو فایل صد ما میایم خودم زمانت میکنم. اول سال لوچم جا خانه کسی نه دیگه کاس پیسای بر میبرن. پس با بیا پس میدی. نه تو من چادری ما بگیرم، چادر ما بگیرم. ما قتل کنه کردیم مولای صبر ما میایم 5 بجه میایم. نه چادر خب هموطنان عزیز قسم بگیرید اینا میگن من نمیرم و من میایم 5 بجه، ولی این باید مولوی صاحب میگه باید برده شوند به خاطر از اینکه این کار از یا بسیار ناشایسته است و چیزای نزد از دیده میشه که نزد جادوگرا و ساحرین بود. کل مو اسبابی که امرای ساحرین میباشد، همو کلولک و همو سیمک و همو سیخ و همو سوزن امرای از بود، حالا اون خود شلای گرفته که نمیرم. خب ای چی میگه مولوی صاحب؟ هیچ کسی به خانه ما نیست. ضمانت 12 میباشه اینجا نمیباشه. بیا کسی غرض نداره. برو چای سیاست آواز ببره درو. بله هموطنان عزیز قسم میبینین اینا را به طرف حوزه میبرن، با ما همراه باشید. هموطنان عزیز قسم که دیدین اینا را به حوزه انتقال میتن و محتسبین با خود میبرن و بعد هر تصمیمی که بالایشان گرفته شد در حوزه گرفته میشه. تا برنامه بعد شما را به خداوند پاک میسپاریم. وقتتان بخیر. الله نگهدار.